زد جان خوش آمدید به دبی. We had a buyer, we missed out. Well, a very good afternoon, ladies and gents, and welcome down to today's auction and proceedings. I love red cheese, so I follow them. Turn up all that. زد جان بسیار زیاد خوشحال هستم که همراه خودت اینجا شیشتیم و برای قابل افتخار است که خودت یکی از پیشرفته‌ترین و موفق‌ترین ایجنت‌های در استرالیا هستی. پیش از اینکه خودت بیایی ما پروگرام‌های در نتفلیکس دیدیم و دیدیم که چقدر نام خدا خودت در مور رتبه‌ای که هر ریل استیت ایجنت آرزوش از خودت رساندی. بسیار خوشحال هستم. تشکر. شما خوب هستید؟ تشکر. زنده باشید. تشکر. چقدر وقت از شما خودتون در دبی هستید؟ من 2 سال هنوز بوده نمیشم. اوه واو. خوش آمده؟ بسیار زیاد. بسیار. I do love it. بسیار جای ما خوب است. خوش آمد. خودت دفعه دوم تسیج هستی؟ دفعه دوم است برای. اوکی. دفعه اول هم تو در بوب آمده بودم. چکر. آن دیگه ببینید که یکان بیزنس چی میگن؟ با حساب بیزنس ماین آمدیم. اوکی. بخاطر از همون ما اینجا حالا در پیکچر آمدیم. آره دیگه بیزنس ماین ها دیگه. این خوبی مثل گفتی به خوبی دبی است که الان برای انسان‌های مثل خودت اینجا امکاناتش داره که منفی شود. اگر من در نروژ اگر می بودم در عمر زندگیم به یک موقع برابر بر من نمیشد. در نروژ کلی یخ زده. آفرین. مایندست ها را یخ زده، انرژی ها را یخ زده، مردم ها را یا دپرشن دارن یا چای میخورن. کاش چای بخورن. الان خیلی غیبت نکنید دوستا. تو جان با من بگو که خودت خود استرالیا چند سال 30 سال است حداقل هستی یا سن سال نمیخوام پیدا کنم با ما. آره بابا. چی میگه یگان تو خانم نیستم. خب فرق نمیکنه. از ما آزاد هستم. اوکی. سال خودت 30 سال است که در اونجا هستی. در 2001 استرالیا رفته بودیم دیگه سنم 10 ساله بودیم. اوکی. سو در مقدار وقتی که خودت اونجا هستی برای مردم چی نکته مهم است بر سرمایه‌گذاری در خانه؟ در استرالیا؟ بله. با نظر من میگه که سیفترین اینوستمنت دنیا خودش زمین است. اگر شما ببینید مثلا تا در افغانستان برای جایی که مثلا تو جنگ بوده شور تپاولس چسته بوده هنوز هم مردم ها زمیندار هستن. ارزش زمین یعنی هیچ وقت پایین نمیره. فرق نمیکنه چی در افغانستان باشه در جاکارتا باشه چی در دبی باشه هر جا باشه خود زمین یعنی خدا دیگه زمین جور نمیکنه. بهترین اینوستمنت دنیا خود زمین است. دیگه از اون خاطر I think اگر انسان ها یا اینوسترها که با لانگ ترم پلی بکنن یعنی لانگ ترم چی معنی میشه لانگ ترم اینوست بکنن پیسهشون همیشه سیف میباشه. یکی بگه که من روز بزنس جور میکنم با سواش ببینیم که این دسته اون همیشه. دیگه همیشه با لانگ ترم فکر کنه یعنی یگان مردم هست که مثلا شما هم pretty sure که شما میشه دیگه دیگه باشین فکر میکنن که پیسه خود امروز اگر وان از شاید سبب پیسه جور بکنن. It doesn't work like that. Worst case scenario به نظر من در هر پارت من درباره مارکت دبی قناعی فهمم درباره مثلا چی میگن درباره لایف و درباره نالج ریل استیت میفهمم که it's the long term. حالا باید 5 سال آدم رو نگاه کنه یا 30 سال یا 4 سال 5 سال نگاه کنه. یا نمیشه مثلا فرض سال سبب وقت بیزنس جور کنیم و بیا که من ببین نشده. آفرین. اگر چی که همین نقطه‌ای که خودت گفتی در اینجا امکاناتش هست در بعض پروژه ها به خاطر که من خودم میچشم دید خودم بوده که یک پروژه پیش از اینکه در بازار بیاید قیمت بسیار ارزان اینا میمانند و کسایی که در لاین هستن و کسایی که چندین ماها منتظر میباشن برای که میرن وقتی که در بازار آمد میتونه یکم 30% اوورنایت امکاناتش هست اما از اون چیزا بسیار کم است اما بازم به اون رقم آدم در بازار نمیایه که مثلا گفته خودت به یک شبانه روز 30% فایده خودت بگیرن زیادتر لانگ ترم میباشن. خواهی که دپنس که خود پروژه است. چی رقم پروژه است بلدینگ 100 است 50 است دو بلدینگ چی رقم فلو کنن داره. آدم I think خود آدم ریسرچ کرده باشه خب از ایجنت میگه که اینو بخرید بهترین چیز است. خبردار یک فایننس منیجر میگه که تو برو این کارو بکن. خود انسان باید خود آدم مثال خود باشه. خود دکتر خود باید باشی. دیگه در I think به این زمانه این خود سوشال میدیا و دیجیتال اکسس میتونی که ریکورد هیستوری دبی سعی کنی. یعنی مثلا ذاتی مثلا به نظر من از دبی بسیار میترسم. وقتی میگه زیاد کانستراکشن از دیگه است. یگانه گلوبال فاینانشل کرایسیس تا جایی که معلومات دارن در 2008 و 2009 بود در کل دنیا شده بود. یعنی این ترس که مردم دارن به نظر من این ترس بیماناست
Yes. ترس بذاری او بخوری ترس داری موترم میزنه تا هفته او بزنه ترس هست در کل چیزانی ترس هست مگر اگر درس خود آدم بخونه statistically گراف ببینی همیشه دوباره در پیک بودن چقدر اوپردیشن 25 سال چی هست بگه take it easy نه روان است منم تو روان است و از این کلام برنامه‌های زیاد دارم. به خاطر من امروز یک چند چیز دیدم که فرق بین سرمایه‌گذاری در یوکی و در دبی. در یوکی خب اولش خب به خاطر الکشن که میشه هر دفعه یک قانون تغییر میخورن. هیچ وقت تو مطمئن نیستی که تو که وقت پیسه در بند میمانی اما پیسه تو ارزشش بالا میره یا نه یا خانه تو ارزشش بالا میره یا نه به خاطر یک دفعه قانون تغییر میخورن. قیمت ها پایین میاید، مثلا تکس ها بالا میره، هیچ وقت اطمینانی نمی باشه. اما در دبی همیشه اطمینانی است. تکس فری و 20 سال که اینا رقم کشور خود ساختن به فایده مردم است، به ضد مردم نیستن. در اروپا کلش در به ضد سکسس است، به ضد موفقیت است. کل قانون به ضد موفقیت است. دیگه یکی از این دلیلا بود که من اینجا کلی زیاد درد داره. درد داره. درد خودت چی هست؟ والا درد من درد ندارم. من بیزان هستم من درد نمیدارم. اما یکی چشم خود خوشحال تنفس کنید عزیزان. یکی از من خوشحالی است. من گوش چیزهای گوشکای مالام است. قرای کد جای کد رو شیرک کد میذاره به ماشه قرای کد میپرس هوای دست میکنم. آفرین. یک در دارویش هستم خودم. یک سوال چطور نمی‌ترسی؟ به من ترس رو تشریح کن چی است برای خودت؟ به نظر من هیچ افغان باید ترس نداشته باشه. چرا؟ ترس وقت است که یک بم در فرق آدم میخوره. ترس وقت است که میبینی یک جای میری بم کدنپ میشی. آفرین. ترس وقت آدم بترسه که مثلا یک زن یا شوهر از خانه خود ببرن کدنپ میشه. آدم نمیفهمه. مطمئن نیستی پس نمیانه. Exactly. افغانستان یگانه بدبخت مملکت است که ما افغان‌ها چقدر یعنی از نگاه هیچ وقت آرامش ما نداشتیم. کار 40 سال است بم خورده میره. این ترس است. باید هیچ افغان ما در خارج که زندگی میکنه در داخل افغانستان زندگی میکنن. حالا من مثلا فامیل من در وقتهای کووید ما صحبت میکردم. گفتم که چطور است امروز کرونا گفت بیادم برید کرونا ما رو من یا نیست که بم پاس کو گفت خاطر کرونا روان کو. یعنی ما یک دلیل کلانتر داریم به ترس. این چیزایی که من ایره مست کنم سوا شوا نشوا این کدام ترس نیست. Risk it to make it. نه؟ risk همیشه در چیز risk نمیشه دیگه. دیگه I think این صحبتایی مثلا درباره زمین بر شما گفتم. زمین is the safest investment در وسط دنیا. چون نقص کنید. در استاک مارکت بزنید. $1,000,000 شاید overnight $7,00,000 شود. فرض مثال کنترلش پیش نیست. نه؟ real estate بهترین و سیفترین اینوستمنت دنیاست. کسی که ترس دارد ایتون رو بگید اینوست نکن. بیت از خانه نبره بیاد. نه باید کمه ما میتونیم که مایندستشون کمه چنج کنیم. کمه کار دارن. به خاطر که زیادتر کسای تجار هستن که اونا سر پیسه خود مثلا بسیار سرمایه گذاری میکنن که هفته به هفته برشان عاید میآید. زیاد از اونا میترسن که پیسه اطمینانی خود در زمین بانن. بخاطر میگن زمین خدا شود نشود، اما ما این پیسه خود هر هفته سرزی کمایی میکنیم. من برای از اونایی گفتنی نیست که شما دایورسیتی باید در چندین جای سرمایه گذاری کنید و چندین نوع آدم سرمایه گذاری داشته باشن. یکیست که شارت ترم برای پیسه میاره، یکی هم لانگ ترم گفتی خودت که در زمین سیفترینش میباشن. یکی از پاسیو اینکام است که من باید پیسه جور کنم نخواهم باید پیسه جور کنم دو یک منتالیتی است. یکی از سیف اینوستمنت است که زمین است. اینا به نظر من گفتی شما you have to diversify. در مثلا هم در اینجا آدم پیسه جور کنه، هم در اونجا پیسه جور کنه، هم در طرف. مگر خوب از در ریل استیت هم زمین آدم چی کنه دل بیغم قرار بده بیشتر. قرار تریدر است. نه آدم نمی‌بازه. به نظر من دبی it's the strongest چی میگن and safest country in the world. بخاطر چرا؟ بخاطر اروپا اینجا میاد. مین هباس اینجا. امریکا اینجا میاد. از هر پارت دنیا، از ایران اینجا میاد. در ایران چیا شده؟ یعنی در جنگا شده که از ایران، از اوکراین اینجا آمد، از روسیه اینجا آمد. خیلی property prices در دبی نبره خیلی در کجا بره؟
میفهمی که پیسه از اینا هیچ وقت ارزش خود در چندین سال اونقدر بالا بود، هیچ وقت پایین بالا نشده. یورو پایین بالا شده، دلار پایین بالا شده، اما پیسه از یا همیش استیبل بودن. اینمی یکی از نشانه های مطمئن بودن اقتصاد از است. چطور شد؟ خیلی است. خالد چه خانه می‌خرید اینجا؟ خب شما بر من یک پروژه نشان بدین؟ اوکی. اوکی. من ایجوکیت کنین. که گویی که پیسه که در اینجا کنین. اپریشیشنش دیگه است. یا اگر کامل نقص کردن بالا از دیگه. نه دیگه در یک درصد دیگه تو فرار نکن. در پار نه کار. یک cannot say that. نه اینوستمنت کردی یا چیز صحیح اینوستمنت بکن که دیگه چی میگه زیاد کوانتیتی نباشه نه. با او برای اوش نظر مخصوص چون نمیخونه نمیکار اصلا در من که از اوش زیاد چی ندارم. شخصا خودم شاید یک کپاموت رو بخرم مثلا فرض سال که در بسته بلدینگ 3 دانه یا 4 دانه درکی باشه زیاد کامپتیشن نباشه اوکی یا خوب باید است سپلای کم باشه دیمند بالا بله فقط میگه نمیکار 35 سال است خدا نی خدا نمیکار خود جوشی با خدا exactly ما بیخی ما پیدا کردم خودم در خارج کلی تاکس زیاد داره است تاکس ها مثلا 33% توپینگ یا فیصد برای تاکس میدن شما فرانسال نمی‌کنین سال است که پروژه فروخته میرین آفتر پلان فروخته میرین پروژه‌ای که the most successful بوده یک استوریش شما با من شیر بکنین که مثلا یک کلاینت مثلا $12,000 فرض مثلا چیز خرید یا $12,000 یا $2 میلیون یک چیز خریده باز از آل تا آل چقدر همین ولیوش ایمپروو شده یعنی با من بسیار چیز جالب است ما چندین چی دارم؟ قصه دارم، داستان دارم بهتری قصه شکو چی دکاش کسایی ناس کرده اونو نمیگه نه من تو کسی ندید ناس کرده چون خانه از آن آماده نشده من فقط یگانه چیزی رو میفهمم که کسی را که من رویش گفت میزدم بعد از اون پروژه رو روان کردیم او دیگه چرت داده سولدات خوش شده باز بعد از او پس یونیت های دیگر اینا ریلیز کردن که 30% بالاتر در ظرف یک هفته چی میگی؟ در ظرف یک هفته و این مردکه فرق خود زده ما چرا با گفتتون نکردیم از این قصه اینقدر من زیاد دارم و یک چیز دیگه که زیادتر کلاینت های من فعلا کمرای من به تماس میشن زیادترشون مثلا در استودیو و وان بدروم هستن و اینا کسایی هستن که اولین قدم خود به سرمایه گذاری اینجا میمونن و شما کل دنیا نواست اما مثلا زیاد کسا را ما باشن گفتیم که شما این میخواین که زود بفروشین یا دیر بفروشین اگر میخواین زود بفروشی قیمت زیاد بخر بالا بخر در داونتاون بخر به خاطر که در اونجا ارزش ها بالا میره من سر یک مشتری بسیار زیاد زحمت کشیدم بسیار زیاد میترسید آخر بر زن دادم گفتم که این دفعه من به زور سرتی کارم میکنم و من اینا به دل جمع برمیدم چون من خودم سر خود اطمینان دارم که اگر من خودت سر بازارم در این مارکت بیارم من میفهم که تو فایده میکنیم و خانه خرید 1,045,000 درهم در بین شال یک استودیو تقریبا 2.5 ماه بعدش کل کارش خلاص شد خانه بنا شد قوالیش آمد چند ماه بعد یک مشکل اقتصادی پیدا کرد گفت من خانه رو میخوام بفروشم آمده در ظرف 3 ماه 1.3 میلیون شده بود پروژه میگه چه فیصد است چه معنی اوی معنی که خودت انتخاب میکنی که در قدم اول چقدر میدی هر قدر که فیصدی اول زیاد باشه اون قدر میتونید دیسکانت هم میگیری as developer okay well that's good yes خواهی 20 سال خواهی بانم یه دیگه خواهی بانش تا که چی میگه دیگه مرحلهش برسن easily you can cash out exactly بسیار اینو میگن فلیپ بسیار چیز آسان ترین طریقه جمع رو زد میگن yes ها داریست؟ هین دیگه در یوزین اسم چهار یا آسان اوکی آخه دیگه جمع بسیار آسان یعنی من یعنی بیتار خوش هست این نفر از پیشون بسیار دوگام خیلی فلیپ کرده دیگه فعلا خود پیسه خود زگر در مشکل اقتصادی برای شما آمده است و فکر نکنم اما در سال بعدی وقتی که برایش یک موقع آمد حتما این کار میکنم اوکی چقدر کسبرهای شما افغان هستند؟ 110%. شکر است از این چی بسیار خوشحال هستم و زیادشان زن است You know what? That's beautiful. Yes. و بسیار دوست خوشحال شد مثلا شما ورد مثلا پر انرژی passionate business driven
enthusiastic, goal driven, dream driven. دختر افغان مثلا که شما بس واقعا بسیار خوشحال شدم که you're so driven. ما تا حالا مثلا خانم افغان ندیدیم که driven هست. من سر شما اتفاق میکنم. تشکر. و واقعا خوش میشم مختار که دختر خانم‌های افغانستان خود دیگه چی رقم مثلا خانم‌ها ایژوکیتد نمیشن نه؟ متاسفانه برشون چند سال نمیشه. یعنی اگه زن یک آدم قدرت بده باز بسیار زیاد در وجودش امکانات زیاد است. 100%. قدرت برشون نمیدن. مملکت‌های خارجی پیشرفته دختر که زن پیشرفته است، شوهر پیشرفته است. نیکون بود که نمیدونم سعی. ایش یکی پاس باشه دیگهش پیش بده مانای نمیده. یک هاوسهولد 200% کرافت دارن. گلوفتن. اما شما دیدم it's such a perfect combination. هر شما مثلا کار میکنین، هر شما مایندست تان یه رقم است، هر شما مثلا میخواید سرمایه‌گذاری بکنین. That's how you build a family. That's how you build a life. You know, همیشه کلا باید افغان ممتر کار بکنه. چرا نه؟ مثلا دختر خانه هر کس در اروپا و خارج کل یک لک دلار که خدا را نه زیر بالش ماندن. هم ولیو خدا واسه میدن و هم سرزایش رو کار کردن نمیکنن. یک بچه که کار مثلا کار کتابی. ضرور مثالای معموله. دیگه که شما بذار اون خانه کل گپ سر زنی است، کل گپ سر اخلاق کردن است، جرأت کردن است، ریسک گرفتن است، کل زندگی درباره زنی است. من همیشه میگم که تو آوتکامش هر چی که باشه برد است. به خاطر چی؟ اگه بردی خونه افکار فایده شدن. اگه نبردی از یه چیزی یاد گرفتی، سو دفعه دیگه تو استرانگر میای. سو از هیچ نگاه باخت نیستن، از هیچ نگاه. شکر است. خب بسیار خوب. خوب. اینی کیس استادیو، اینی سیناریو بسیار فایده میکنه برای کسی که آدم این ویدیو رو واچ کنه. Why not? به نظرتون دبی یا بوم است یا پست است یا بلند میره هیچی ما نمیده مردم یا بخیل بلند میره یا بخیل در زمین میخوره یا یگان کسایی که مثلا سفر میکنن در دبی میبینی که این بلدینگ هم زیر کار است که تعمیر نو است یا اون درون تعمیر نو است قدر اپارتمان آمده میرن you don't think it's scary که مثلا آدم اینوست بکنه بترسه؟ نه از هیچ چطور است خب یک شرکت میخواد که دو ساختمان خود لانچ کنه ساختمان اول لانچ میکنن و میبینه که دیمند چقدر است سو پیش از پیش مردم دیمند یعنی روان میکنه درخواست خود که من از این پروژه میخوایم که خانه بخرم سو اونا مثلا در این پروژه خود شاید که 100 تا یونت داشته باشن و 200 تا دیمند میاین باز اون وقت است که پروژه دوم خود لانچ میکنن سو یا همیشه دیمند اول میبینن که چقدر است باز بعد از اون پروژه دوم خود لانچ میکنن یعنی اکثر پروژه ها که جمعیه 80 تا 90%ش خب رایت اوی فروخته میشه سر 10% دیگه‌اش هستن که یا کار میکنن امیال تمام چیزا که ما خود نشان دادم همین پروژه که ما دیدیم فلو و مین ریالتی 80%ش فروخته شد بسیار سو از خود من که در اینجا هستم که همین کلگی میگن بوم است خب زیادتر یک چیز هم بگم که بسیار جلسی هم زیاد است سر دبی بسیار یک کمک روسته که میگه که انگور که دستت نمیرسه توش هستن زیاد کسان نمیتونن اینجا زندگی کنن بخاطر که یک سپید دیگه میخواه یک مایندست دیگه میخواه یک کلا تو باید در یک لول استیج زندگی دیگه رسیده باشی که بیایی در دبی بتانی زندگی کنی کامسی و تاخه که پرزیدنت انرژی ساین دیوالا از انرژی exactly سو اینجا زندگی بیخی یک چیز دیگه است سو برای هر کس نیست سو از خاطر دیگه خدا تعبیر که وزام میکنه چرا این راسته والا No, but that's reality. کسایی که business driven هستن I think it's a city for them. Exactly. نه کسی که اون جرأتش نداره و مایندستش نداره کوشش کنه ولی هیچ بس نکنه. نه گفتم. ما افغانان به خاطر یک حالت هم داریم مردی که 6 تیم اونجا کامفورت زون ما هست. کامفورت زون خب بیخی و یک چیز دیگه است متاسفانه منتالیتی زیاد افغانا سروایول است. یعنی فقط میخوان سروایول باشن. اما آفرین بلا رو که خلاص شده دیگه مقصد یک کس نمی یک جریمه نش خلاص دونول برسته سو این جرأت نمیکنن که زود در بالاتر فکر کنن سوسنجان زنگ بزنن این نمیشه یکی و خلاص لایف استایل زندگی رو بفهمین یعنی کیف زندگی رو بفهمین I swear to God مراسم بگم خب انسان همیشه از انرژی چی میکنن we feed off each other's energy نه اینا دیگه هر کسانی که این پادکست گوش میکنن این ویدیو رو سر میکنن باید برای شما با کانتکت شوند با خاطر چرا؟ با خاطر که من برای شما سبایجان که من 6 تون
بابیم با همیشه گفتم اگه چیزی که به خود نمیپسندید به دیگران نپسند. الان همین پروژه‌ای که شما می‌فروشین، همین کانترکت‌هایی که می‌گیرین، خودتون مثلا فقط بگین که این پیسه خودتون است، در اینجا مثلا کوشش میکنید میگم فایده‌تان میرسه. اما خودتون فایده میرسه چون بزنستون است و در این وقت the benefit out of it. و اونمون شما یقین دارین. I think that's این کلانتری بردتان است. یکم ایجنتای دیگه هم است که فرض مثال در دبی ما دیدیم. زیادتر کسا است مثلا اونمون انرژی را، اونمون توانایی را، اونمون ایژوکیشن را ندارن. من در دبی اصلا زیادتر فروشنده هستن. یکیست که من کمیشن کار است. کمیشن کار است، آفرین. که حتی هر کار میکنن به خاطر یک گرفتن کمیشن. اونا دید سرمایه گذار ندارن. ما اینجا از سرمایه گذاری شروع کردیم. که حالا من امی پیشنهاد بر مردم میکنم. ما از فروشندگی شروع نکردیم. خدا رو شکر الحمدلله متحصیلی که دارم جایی که بودیم زندگی در یک جایی بود که چشم سیر آمدم. اتو نیست که من هر کار بکنم به خاطر که یک چیز سر یک کس بفروشم. اینجا بعض شرکت هاست که حتی کمیشنش فرق میکنن، بعضی هاشون زیادتر کمیشن میکنن، اما وقتی که من میبینم که اون کدام پروژهش چندان چیز نیست، من هیچ پیشنهاد نمیکنم میکنم. باز خود مشتری میگه ما از اینجا شنیدیم که اینی پروژه هم گفتم یس ما پروژه رو دارم، اما ما دلیل است که پیشنهاد نکردیم. حتی و دیسکانت ها دارن، اما وقتی که ارزش ندارن تو باید ارزشش سعی کنی، بعضا بودنش سعی نکنی. بله. سوری پس. یک کار دیگه بسیار من خوشحال شدم که مثلا من از میدان آویتا شدم، من نامای عزیزی دیدم، نامای پروژه های افغان دیدم، افغان دیدم. That's a proud moment for any Afghan که اینجا ویزیت میکنن. ما کارشون رو ما فرد مسلم ندیدیم، مگر for me that's a proud moment وقتی چون یک افغان پیشرفت کردن و پروژه‌ای که مثلا گفته شما امتیاز است، عزیزی است و چند تا دیگه است. من خوش میشم که چرا همراه افغان خود مدید نکنم؟ بسیار بازیار داریم. بله ما مجید داریم، احمدی ها را داریم، امتیاز داریم، عزیزی را داریم و بعض کسایی دیگه است که نام میخوایم نام شروع کنن. آفرین. و با ما بسیار زیاد قابل افتخار است. ما بسیار خوشحال میشم. من اصلا وجودشون افتخار میکنم. ما سر وجود خودت افتخار میکنیم. زنده باشید. تشکر. خب بسیار خوشحال شدیم. Thank you so much for inviting me here. Thank you for your time. دیگه من خود لذت بردم. خدا کنه که ویورای ما به لذت برده باشه درباره دبی. هر وقت که پر دبی که اومدید ما سر اڑیگی ونیسی. چی؟ چی گفتی؟ ما سر اڑیگی ونیسی. ما سر چی گوزه؟ اڑیگی. اڑیگی چیز؟ کانتاکت؟ اوه ایوه لغت نوی آگیزم. چطور سواره به دبی که پنگون و که ما سر اڑیگی ونیسی. دیره خواه ماشاءالله. پر دبی که خدای پامان. امیدم ببینید به دبی که. Oh wow, awesome. Well, thank you so much. Yeah, ما زیاد enjoy کردم. تشکر. Yeah, that was awesome. تشکر. والله خوبه. سوسن پر دبی که